دیگه برگردیم تا کسی ندیده. خب پس من کی میتونم ببینمت؟ تا نگی از اینجا نمیرم. نمیتونم پشت سر هم نرم مدرسه. فردا امتحان دارم. اوف، از خونم که نمیتونم همینطوری بیام بیرون. پس بیا یه کاری بکنیم. من هر روز صبح میام جلوی در مدرسه‌تون وای میسم. تو هم همش نگاه میکنی، شاید یه بار دلت واسم بسوزه و بیای پیشم. ها؟ آره فکر کنم. وای خدایا، الان داداش فیرات هم میرسه. نباید ما رو با هم ببینه. از مدرسه هم که فرار کردم. اگه تو رو با من ببینه دیگه بدبخت میشم. مامان جون، من اومدم. دجلم عزیزم، حالت چطوره؟ خیلی خوبم مادر جون. خوش اومدی قریشا. خیلی ممنون. بفرما. ایشالله که خوبی. ای خوبم. واسه دست بوسی اومدیم؟ داماد کجاست؟ عمر تو روستا کار داشت مامان. فردا پس فردا با هم میایم. وایسا یه قهوه خوشمزه براتون درست کنم. کارای عقد چی شد قریشا؟ قرار نیست که فرار کنیم. ما که هنوز دور هم جمع نشدیم. امشب حرف میزنیم، نوبت محضرم میگیریم. نگران نباش. من به تو و پسرت اعتماد ندارم. عمر فردا پس فردا میره استانبول، دخترمو بدبخت میکنه. گرچه داداشش هست، من هستم، اما روزگار دیگه. فیدان، دختر تو پسرمو برای من آورده. عمر با دجله برای من هیچ فرقی ندارن. دختر تو مادر نوه‌های من میشه. رو سر من جا دارن. نگران نباش. چه زنیم من، نه؟ تو یه پسر از من گرفتی. من دختری زاییدم که تو رو به پسرت برسونه. کدومتون قد میکرد؟ میگفت من مثل کف دستم اونجا رو بلدم. بلد بودیم خان. اونجا هم کلی گشتیم. بالا 70 تا اینم پاک کردیم، تمیز کردیم اونجا رو. ولی خب تقدیر خدا بود دیگه. آها، پس میخوایی بگی شماها دست پا چلفتی نیستین؟ من بهتون پول میدم که هم جنسمو هم آدممو تلف کنین. مرتیکه احمق، بریم بیرون. به این دالتونا پولشونو بده، دهنشونو ببند. یه وقت نیفتن دنبال عمر درد سر درست کنن. چی شده تاهر؟ پسر دایی مصطفی فوت کرده.
بهتون تسلیت میگم. خدا رحمتشون کنه. سلامت باش. چی شده؟ تو زمینای نزدیک مرز که مینگذاریه موقع رد شدن رفته روی مین. من میرم کلانتری باشون حرف بزنم. تحویل جنازه خیلی سخت میشه. تو زمینای مینگذاری شده چیکار داشته؟ از مرز رد شده؟ قاچاق میکرده. جلیل به هم بگو ببینم از کی تا حالا جوانای ما دنبال قاچاقه؟ از کی تا حالا از زمینای ما برای قاچاق استفاده میکنن؟ راستش بعضی وقتا به گوشمون میرسید، اما چطوری میشه جلوشونو بگیریم؟ از این به بعد دیگه نمیشه. قدغن میکنن. عمر یکم آروم باش، چون تو قدغن کردی که اینا دست نمیکشن. جوونا زیادن، بیکارن، پول ندارن، گولشون میزنن. باید جلوشون گرفته بشه. لازم باشه بهشون کار میدن، بهشون پول میدن. هیچ کس نباید واسه 2000 پول خلاف قانون کار کنه و جونشو به خطر بندازه. جلیل به همه که از خداهای روستامون خبر بده، شب همشون میان تو هتل. رو چشم خان. بازم بهتون تسلیت میگم، ولی نگران نباشین، جنازه رو حتما میاریم. سلامت باش. ای وای، داداش قدیرم اومده. ای وای خدایا، حالا چی کار کنم؟ اینجا چی کار میکنه؟ الان که خیلی زوده، نباید تو رو ببینه. آروم باش دختر، نترس، یه کاریش میکنیم با. چند دقیقه دیگه تعطیل میشی؟ یه رب دیگه. 15 دقیقه. وای خدایا بدبخت شدم. خدایا چی کار کنم تو رو خدا. یه لحظه وایسا، من میرم داداش تو سرگرم میکنم، باشه؟ تو هم وقتی حواسش نیست میدوی میری تو مدرسه. نمیشه، من نمیتونم. باید این کارو بکنی، چاره دیگه ای نیست، وگرنه گیر میافتیم. چطوری سرگرمش میکنی؟ تو نگران نباش، بسپرش به من. ببین چشت به من باشه. داداش این تایر پشتی ترکیده داره هوا میده، صداش داره میاد. باشه داداش، بعداً درستش میکنم. ممنون. آخه داداش خیلی کم باد شده، خدایی نکرده تصادف میکنی. داداش میخوای کمکت کنم عوضش کنی؟ اینطوری نمیتونی رانندگی کنی یا؟ تو از کجا اومدی دختر؟ هنوز زنگ نخورده که. از پنجره دیدم اومدی. کلاس آخرم نداشتم، گفتم منتظرت نذارم. دیار تایر ترکیده، ماشین اینجا بمونه، ما پیاده میریم خونه. داداشم ایول. کاری نکردم داداش، قابلی نداشت، خواهش میکنم. دست درد نکنه. مدرسه چطور بود؟ خوب بود، مثل همیشه. آفرین دختر. سلام خان. گلبهار خانم اومده، میخواد شما رو ببینه.
پا شده اومده اینجا؟ صداش کن بیاد ببینم. بفرمایید. خیر باشه گلبهار. خیر و شرش رو تو باید بگی عزیز من. اگه از اومدنم عصبانی بشی خب شره، اما اگه بگی گلبهار نتونسته دوریمو تحمل کنه با اینکه میدونه استخوناشو خورد میکنم اما بازم پا شده اومده، اون خیره. خب گلبهار، نمره فیزیکت همیشه خوب بود، ریاضیتم ای بگی نگی، بعضی وقتا نمره میگرفتی بعضی وقتا نه. میبینم که ادبیاتت هم خوبه. اما جغرافیت خیلی ضعیفه گلبهار. جای خطرناک پا میذاری. من از آدمایی که حد خودشونو نمیدونن خوشم نمیاد. این شد 2 بار. 3مین دفعه رحم نمی کنم. میدونم چی کارت کنم. فهمیدی گلم؟ خلیل جون، من چی کار کردم عزیزم؟ چه خطایی کردم؟ خب بگو. تو خطایی نکردی گلبهار. بهتره که لجبازی نکنی. من از این که حرف گوش نمی کنی بدم میاد. بدو جونم، بدو عزیزم، راتو بکش، برو برو. توبه استغفرالله. کسی اومده؟ قدیر اینجاست؟ قدیر رفته خان. همه اومدن داخلم. عزیزم اومدی؟ پیاده شدم عزیزم. الان تاکسی میگیرم میام. باشه نزدیک شدی خبرم کن، من میام پایین. باشه عزیزم باشه. خداحافظ. قدیر جون، یکم برات سوپ بریزم؟ نه نمیخورم، خستم، یکم دراز میکشم. نوش جونتون باشه. کجا میری عزیزم؟ وایسا منم بیام. مامان جونم، من کلی درس دارم، میرم درس بخونم. آفرین دخترم، درس بخون. آفرین عزیزم. به امینه بگو برات شیرینی بیاره. عمرم که نیومد. یعنی کجاست؟ هتل رفته. همه اونجا جمع شدن. گفت منتظر من نمونین، من کار دارم. عزیزم، پسر من یکم سرده، میدونم، اما عشق و صبر تو لجبازی اون از پادر میاره. میفهمم. این چشما رو ببین، چه چیزا که ندیده و نمیدونه. حلش میکنیم. دیشب رفت، امروز نمیاد، اما یه عمر نمیتونه اینطوری باشه. پس تو میدونستی ما در قره شعاره؟
میدونستم، اما خیلی ازت خوشم اومده. نذاشتی کسی بفهمه. آفرین دخترم، آفرین. گفت نمیام. راستشو بگو، میخوام بدونم. اگه اون نیاد تو میری. رستم بیا بشین. این کوفتی رو نمیشه تنهایی خورد. سیفی کجاست؟ داره میاد، تو راهه. رستم حیف که الان حالم خوبه. اگه یه وقت دیگه ای بود میدادم تا خود صبح حالتون رو جا بیارم. بالاخره قلب خلیل خانتونم نرم شده. خیر باشه خان. چه خیری رستم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ بگو توبه توبه. توبه خان. سیفی آخه مگه خانو منتظر میذارن مردک؟ ببخشید خان. بیا بگی بشین. از کجا شروع کنم خان؟ از اینجا شروع کن. Bir kara kaşın, bir kara gözün, Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. Gel aman aman yanıma, bu yazık kıyma canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. حتما میدونین که امروز یکی از جوونامون رو به خاطر هیچ و پوچ از دست دادیم. از امروز به بعد هیچ کدوم از جوونای ما حق قاچاق کردن ندارن. امیدوارم همه فهمیده باشن. خب جوونامون نمیشه که مجبورن. باید امرار معاش کنیم. باید بگذره نمیشه. خیلی خوب، خیلی خوب، میدونم. هر کاری لازم باشه میکنم، به شرط اینکه دیگه تکرار نشه. بهشون بگین دستور منه. هیچ کس نباید به خاطر 1 قرون دوزار جونشو به خطر بندازه. میدونم میکاریه. اول باید اونو حلش کنیم. مطمئن باشین بهشون کار میدم، زمین میدم که بتونن کشاورزی کنن. به روستاییان بگین که چی گفتم. هر کسی هم که محتاجه بنویسه برام بیاره. عمر از پس اینا بر نمیای. گوش کن ببین چی میگم تاهر. اگه از پس این کار بر نیاییم پس برای چی اینجایی؟ زیلان چراغو خاموش کن و برو. قدیر چرا اینطوری میکنی آخه؟ باشه تقصیر من بود، عذرخواهی کردم که نظر میونم و خراب بشه. بقیه چی میگن؟ لا اله الا الله. مثل این که نمیخوای بذاری بخوابم. کجا میری قدیر؟ من دیگه نمیتونم با حرف این و اون زندگی کنم. تموم شد. چی گفتم بهت ها؟ گفتم تموم شد. تو هم دنبال من نیستی زیلا. پس نه خودتو گول بزن نه منو. چی داری میگی قدیر؟ داری گناه همو میشوری، میفهمی؟ ببین زیلان، من برای این با تو عروسی کردم که مادرم گفت خام میشی. تو هم واسه این که خانم آقا بشی عروسی کردی.
تو رو خدا بیا دیگه تمومش کنیم. میخوام برم. باشه تو نرو، من میرم، اما بدون که من همیشه اینجا، من زنتم، جلوی چشاتم، اینو تو گوشت فرو کن. کجایی تو دختر؟ من که همینجام. تو که از بغل قریش خانم تکون نمیخوری. جلوی اون بگم؟ چرت و پرت نگو. به امین علی چی گفتی؟ اون تلفنمو جواب نمیده. تا قهوه خونه هم رفتم، میگن نیومده. انگار زمین دهن وا کرده و این رفته توش. این داره یه غلطی میکنه. من خوب میشناسمش. اگه اون شب تیراندازی نکرد یعنی یه چیزی تو مخشه. خدایا، شایدم رفته ها؟ دیده تو عروس شدی و شوهر کردی، اونم گذاشته رفته. داره تو عشق من میسوزه. از دورم که شده باشه میخواد بیاد منو ببینه. شایدم اون دیگه تو رو فراموش کرده. امین علی فراموشم کنه؟ آها. چی داری میگی تو؟ کاش که اینطوری باشه. خب چی میگی دختر؟ چطوره؟ خیلی هم خوب. خیلی به خودت رسیدی. خیره انشالله. جایی میری؟ عمر تو هتل منتظرمه. امشب تو اتاق ماه عسل میمونیم. مادرش گفت. الو، این مردک دیوونه است؟ به دهاتیا زمین میده؟ میخواد رسم 1000 ساله رو خراب کنه؟ آره دیگه، وقتی یه بچه سسول بیاد خان بشه همین میشه دیگه. مگه میشه از راه نیومده بزنی زیر همه ی رسم و رسوم؟ منتظرم باش، الان میام. صبر کن. رستم، ماشینو ورده بیار، میریم هتل عمر. رو چشم خان.
دستبوسات اینجا هم هستن. ببخشید میگم تو معلوم نیست کی هستی. اینجا شهرمه، اینم هتلمه. مطمئن باش اگه میدونستم هتل توه توش قدم نمیذاشتم. بس سری برگرد استانبول، چون نصف زمینایی که اینجا داری توش قدم میذاری مال منه. پس دست پیشو میگیری که پس نیافتی. آره اگه میدونستم میمردم من پامو اینجا نمیذاشتم. اما عذر میخوام دیگه، گذشت اون روزایی که به خاطر تو از کاری منصرف شد. فقط مزاحمم نشو. اگه قرار باشه کسی خجالت بکشه اون فقط تویی. من مثل دستبوسات نیستم. دستمو ول کن وگرنه داد میزنم. داد بزن. آره دیگه، خان تویی سرمم ببرن کسی نمیفهمه. من به هیچ کس کار ندارم. پس برای چی ازت میترسن؟ نمیترسم، احترام میذارم. آخه خیلی لیاقت احترام داری. ببینم این بیچاره‌ها هیچ میدونن خانشون چقدر ترس و دروغگوه؟ حساب من پاک خانم لیلا، اما تو نه. تو یه حلقه دستم کردی یا ولم کردی. حالا من باید جواب پس بدم؟ باید جواب بدی برای اینکه چرا اعتماد نکردی که ولت نمی‌کنم. اینکه اگه نتونستم بیام حتما برام یه اتفاقی افتاده بود. برای اینکه یه ذره به من اعتماد نکردی. عمر نیومدی، زنگ نزدی، گم شدی. نتونستم بیام چون داشتم به خاطر کسی که همه زندگیم شده بود با یه دنیا مبارزه میکردم. به خاطر زنی که دوستش داشتم سعی میکردم زنده بمونم. به خاطر تو، به خاطر زنی که اصلا به من اعتماد نداشت. من دیگه اون لیلای سابق نیستم. گفتم بدونی. تو وایسا کنار، من یکم با آقادمات حرف دارم. مراقب حرکت دستت باش. ببین خلیل، اینجا آشغال دونی تو نیست. تو برو تو. در اصل اینجا آشغال دونی تو نیست. نمیتونی هر جور دلت میخواد جلوم بدی. نمیتونی رو رسم و رسوم پا بذاری. اگه تا حالا کسی آداب و رسومو یادت نداده، من این کار انجام میدم. زمین مال ماست، هم روش هم زیرش. نمیتونی به کسی بدی. اینجا رو خاک دهاتیا فقط میکارن و برداشت میکنن، سهمشون هم برمیدن. اگه پای حرف ادوانکسی جایگاهی نداری، چه از راهش و چه از غیر راهش، رسم و رسوم تغییر میکنه. ناقص به گوشت رسوندم. کارهای دیگه میخوام بکنم که اصلا خوشت نمیاد. ببین داری زیاده روی میکنی. خلیل کشش نده. برای اینکه کسی جونشو به خاطر 1 قرون دوزار تو میدون مین نندازه، هر کاری لازم باشه میکنم. اگه تو هم میخوای بلای سرت نیاد، بهت توصیه میکنم ول کن این کارا رو، وگرنه عاقبت به خیر نمیشی. فهمیدی خلیل؟ ها؟ والا من وظیفه‌مو انجام دادم، نصیحتت کردم. از اینجا به بعدش با خودتون.
زمینا خونی شده و خون بهاست و این حرفا کاری نداره. برادر زنی هم حدی داره. همه رو میندازم به جونت. بهت اجازه نمیدم هر کاری دلت میخواد بکنی. میاد. عمر امشب میاد پیش من. اگه دنبال دجله خانم هستین رفتن اتاقشون. اتاق؟ کدوم اتاق؟ از امارات گفته بودم براشون سویت آماده کنیم. شب بخیر. شب بخیر، خوش اومدین. مهمون لیلا ساروهان هستم. کدوم اتاق هستن؟ تو اینجا چی کار میکنی دجله؟ در ضمن موضوع اتاق چیه؟ مادر قریشا گفت برو. منم فکر کردم که پس تو نمیدونستی؟ من فکر میکردم نمیدونستم. اگه میدونستم که الان اینجا نبودی. فکر کردم با هم حرف زدیم و همه چی حل شد. تو گفتی منم گوش کردم عمر. من نگفتم. نمیتونم بگم. اما دل آدم که این حرفا سرش نمیشه. من همیشه دعا کردم که به تو برسم. منو از خودت دور نکن. جوونیمو هدر نده. ببین، من نمیخوام دلتو بشکنم. ما بر اینکه دشمنی تموم شه و خونی ریخته نشه عروسی کردیم. تو اصلا فکر کن خودمونو فدا کردیم. همین. گذشته ها هرچی بوده دیگه تموم شده عمر. تو یه آدم تحصیل کرده ای. به خاطر خونبها منو رد نکن. دجله، خواهش میکنم بیشتر از این از من نخواه، وگرنه مطمئن باش ناامید میشی. قصه میخوری. نکن. گفتنش راحته. مگه میشه آدم کسی رو دوست داشته باشه و امید نداشته باشه؟ تو عاشق نشدی؟ را بیاف بریم پایین. راننده میرسونتت خونه. نه التماس میکنم منو نفرست. یا با هم برگردیم یا اینجا بمونم. ببین، نه، جلوی در همسایه غرورمو خورد نکن. روسیا هم نکن. نذار حرف دهن مردم بشم. تو رو خدا. عزیزم، تو رو خدا یکم آروم باش لیلا. چطوری آروم باشم؟ انگار جا تو دنیا قد بود اومدم بغل گوش عمر. دارم تو خونه بهداشتش کار میکنم. تو هتلش میمونم. چرا؟ لیلا جونم، خب عصبانی نشو.
چی بگم؟ کار سرنوشته. دجله پاشو، این کارو به خودت نکن. به خدا حرف نمیزنم، همینجا رو زمین میخوابم. از دیوار صدا در بیاد از من در نمیاد. ببین نظر بگن عمر دجله رو پس فرستاد. تو رو خدا. باشه دجله باشه، تو برو رو تخت بخواب، منم رو کاناپه میخوابم. لیلا جونم، سرنوشت همینه دیگه. تو فرار میکنی اونم جلوت سبز میشه. من فرار نکردم، اون از من فرار کرد. لیلا جونم، اون از تو فرار کرد، تو هم از خاطرات. هرچی شده شده دیگه. حالا دوتاتون اینجایی، باید بشینین حرف بزنین. یعنی یه چیزایی هنوز بینتون تموم نشده. حرف زدیم. خب چی گفت ها؟ چیزی نگفت، مثلا داشته مبارزه میکرده، حرفی واسه زدن نداره، حسابش پاکه. همین حرفایی معمولی. یعنی باید چی کار کنم؟ اینجا همش جلوی چشممه. یه چیزی بگم، اگه خانه اینجاست یعنی خانوادش مخالف عروسیتون بوده؟ گیرم که بوده. اگه دوستم داشت مقاومت میکرد. منتظر میموندی؟ میموندم عزیزم. خب الانم منتظر باش.